سلام بچه ها، میخوام واسهتون طرز تهیه شیوید خلی رو بذارم. شیوید خلی یه خورشت گیلانیه که در حال حاضر زیاد طبخ نمیشه. حالا منم اولین بارمه دارم درست میکنم، امیدوارم خوب در بیاد. اینجا مرغا رو مزه‌دار میکنیم، بهش نمک و فلفل و زردچوبه میزنیم، میذاریم داخل یخچال یک ساعتی بمونه. بعدش هم اینجا سیرا رو داریم، 4 تا سیر. میبینید اینجوری تکون میدید، رمز موفقیت در آشپزی همین تکون دادن محصولاته. اینجا هم سبزی شیوید و جعفری داریم، من براتون اینجوری تکونش میدم که شما متوجه شید دیگه سبزی دیگه ای نیست، فقط شیوید و جعفری. اینا رو داخل بلندر فشار میدیم با فشار، چون حوصله نداریم دیگه 3 و 4 بار اینو پر کنیم. بله. و دوباره یه بار دیگه این کارو میکنیم. سبزی ها رو 2 تا پیاز هم استفاده میکنیم بچه ها، 2 تا پیاز. من اینجا براتون صحنه رو آهسته کردم که خاطرتون بمونه که 2 تا پیاز فقط استفاده کنید. سیرا رو که خورد کردیم، پیازا رو هم خورد میکنیم و دیگه میریم سراغ مرغمون که 1 ساعت شده و از داخل یخچال میاریم سرخش کنیم. اونورم پیاز رو سرخ میکنیم که سرعت کار بره بالا، دیگه پای گاز زیادی سرپا نمونیم. اینور پیاز، اونورم مرغ. سعی میکنیم پیازمون رو بسوزونیم چون بعضیام قهوه‌ای دوست دارن. یه زردچوبه بهش اضافه میکنیم. بله، پیاز سوخت. حالا سیرا رو بهش اضافه میکنیم. بعدش هم سبزی رو سرخ میکنیم اینجا. بعد بچه ها یه قاشق رب آلوچه و یه قاشق رب گوجه اضافه میکنیم و با یه لیوان آب که اینو من یادم رفت فیلم بگیرم. 2 تا هم تخم مرغ در حدی که زرد و سفید قاطی بشن میزنید و به سبزی سرخ شدهتون اضافه میکنید. بعدش هم دوستان عزیز اینجا میریم که یه مقدار، بله خیلی قشنگ منسجم شدن. بله، بعدش هم بچه باید اینو قشنگ خوردش کنید، کاملا خورد، تق تق تق. بله، خورد شد و بعد همه رو به خورشتمون اضافه میکنیم. بله. یه مقدار داره تلاش میکنه که نیاد از مایتابه، ولی ما شکستش میدیم. بله. بچه نیم ساعت آخر سبزی سرخ شده و تخم مرغتون رو به خورشتتون اضافه کنید که معمولا بعد نیم ساعت خورشتتون حاضره. شیوید خلی نوش جونتون.